با سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم در مورد نحوه اضافه کردن CSS به سایتمون صحبت بکنیم. توی جلسه قبلی و جلسات قبلی در مورد CSS ها صحبت کردیم، حتی گفتیم که چطوری شما میتونید CSS های اینلاین یا درون تگی رو شما به وبسایتتون اضافه بکنید که نمونه هاش رو اینجا میتونید ببینید. پس ما CSS به سایتمون اضافه کردیم، اما الان میخوایم یک روش کلی تری رو بگیم که چطور CSS های اکسترنال رو به فایلمون اضافه بکنیم و به پروژمون اضافه بکنیم. چرا که اگر بخوایم از این روش استفاده بکنیم کار برای ما بسیار سخت خواهد بود. پس هدف ما توی این ویدیو اینه که بفهمیم چطوری میتونیم اکسترنال CSS یا CSS خارجی رو به پروژمون اضافه بکنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم چند تا کار رو بایستی در اصل بکنیم تا بتونیم در اصل اون CSS ها رو به پروژه اضافه بکنیم و اونا کار بکنه. اولین تغییراتی که باید انجام بدیم توی فایل setting هست. توی فایل setting یک دستوری رو باید، یک کتابخونه رو باید ایمپورت بکنیم تحت عنوان MIME types و این MIME types رو که ایمپورت کردیم بیایم از دستور add typeش استفاده بکنیم برای اینکه به جنگو بفهمونیم همه فایل هایی که تایپ تکست CSS دارن رو اکستنشن CSS بهشون اضافه بکنه و این کار رو به صورت اجباری انجام بده. اگر این کار رو انجام ندیم باعث میشه که سمت بروزر CSS ها به درستی اعمال نشند، یعنی فایل CSS شما لود میشه اما خطای MIME type میگیرید. اگر خطای MIME type گرفتید بدونید که دلیلش اینه که این دستوره رو اینجا ننوشتیم. تنظیمات دیگه ای که باید انجام بدیم این پایینه، حالا میتونید اون بالاتر هم انجام بدید، عموما این پایین می نویسن. یکی متغیری باید درست بکنید به نام static underline URL، دقیقا همین نام باید باشه و توی اون مشخص میکنیم که در اصل اون URLی که فایلای CSS ما توشون هستن اسمش چیه، که اسمش استاتیکه. در موردش صحبت میکنم. استاتیک یه پوشه‌ای هست که توی روت اصلی پروژمون میسازیم. اگر روت اصلی پروژمون سی بایو پورتال باشه، توی سی بایو پورتال میایم یک پوشه میسازیم به اسم استاتیک و فایل CSS مون رو میذاریم اونجا. کار دیگه ای که باید انجام بدیم این استاتیک فایلز dir اینجاست که مشخص میکنیم پوشه ای که قراره فایلای CSS ما اونجا باشن اسمش چیه و برای اینکه این کار رو انجام بدیم بایستی مسیرش رو هم مشخص بکنیم. پس static files underline dir یک ثابته که توسط ستینگ جنگو قابل شناساییه و یک آرایه است یا یک لیسته که توی اون لیسته میاد لیست همه دایرکتوری هایی که فایلای CSS ما توشون هستن رو به عنوان ورودی میگیره و اصطلاحاً اونها رو سرو میکنه. اینجا دستورمون رو به این شکل می نویسیم os.path.join. join کاری که انجام میده اینه که میاد این در واقع متغیر رو با این اسم با همدیگه جوینشون میکنه و به همدیگه میچسبونتشون. base dir چیه؟ base dir روت اصلی پروژمونه که اینجا میتونید ببینیدش، اینجا پر شده. base dir در اصل مسیر اصلی پروژه رو به ما نشون میده. برای اینکه ببینیمش چیه من کافیه اینجا base dir رو پرینت کنم و برنامه‌مو یک بار دیگه رانش کنم. اگر برنامه‌مو ران بکنم اینجا میبینید که نوشته c:\user\karim پایچام c بایوپورتال، دقیقاً همون مسیر رو داره به ما نشون میده. پس base dir میشه مسیر یا روت اصلی پروژم. کاری که اینجا انجام داریم به پایتون میگیم که این پوشه استاتیک من دقیقاً توی این پوشه وجود داره. پس میاد جوین میکنه این رو، یعنی این مسیری که شما اینجا میبینید رو با استاتیک با هم جوین میکنه، میچسبونتشون به هم دیگه و یه بک اسلش هم اینجا قرار میده. اما اینجا کار ما تموم نمیشه. بعد از اینکه این کارها رو توی ستینگمون انجام دادیم میایم توی قسمت
URL و توی URL این دستور رو اضافه میکنیم. توی این دستور مشخص میکنیم که در اصل فایل های CSS ما در یک مسیری هستند، حالا در یک URLی هستند به اسم استاتیک و این از کجا میاد؟ این از تو همون فایل ستینگی که الان تعریف کردیم میاد. پس یه به اضافه اینجا میذاریم و میگیم که فایل های استاتیکی ما از تو این مسیر میان. حالا میتونستیم در اصل اون مسیر رو این شکلی هم خودمون بنویسیم، اما عیب این روش اینه که اگر شما فایل ستینگ رو اومدید تغییر دادید دوباره باید بیاد توی URL این رو هم تغییر بدید. پس کاری که انجام میدیم اینه، میگیم برو از توی setting دات اون استاتیک URL رو بیار برامون. پس این دستور استاتیک مشخص میکنه که مسیر یا URL فایلای استاتیکیمون کجا هستن. پس این رو هم توی URL اضافهش میکنیم. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که توی روت پروژمون یک پوشه میسازیم به اسم استاتیک و توی اون پوشه یک پوشه دیگه میسازیم به اسم CSS. حالا این پوشه میتونه دلخواه باشه، این پوشه CSS میتونه دلخواه باشه، اما این استاتیکه عموما همین اسم رو بایستی براش در نظر بگیریم. حالا با یه تریکایی میتونیم اسم اون رو هم عوض بکنیم، اما یه ذره تو ویندوز مخصوصا یه دردسرایی رو به ما میده. پس اسم این رو حتما استاتیک میذاریم، اما توی پوشه استاتیک من میخوام فایل های CSS هم رو بذارم توی پوشه به اسم CSS. پس یه پوشه میسازم به اسم CSS و فایل های CSS هم رو میذارم اونجا. یه فایلی درست کردم به اسم style.css و توی اون فایل میتونم تمام رول ها و قواعدی که مال CSS هست رو بیام اضافه بکنم. حالا اینجا من یه دونه رول بیشتر ننوشتم و گفتم که من میخوام در اصل بادیم بک‌گراند کالرش رنگش این رنگی که اینجا نوشتم بشه. خب اینم پس قدم بعدی بود، اما در نهایت بایستی به تمپلیتمون همه این موارد رو بشناسونیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ میام تو تمپلیتمون و اینجا اولین کاری که انجام میدیم دستور لود استاتیک رو اون بالا می نویسیم. لود استاتیک به جنگو میگه که من یک سری محتوای استاتیکی دارم مثل CSS ها، مثل عکس ها یا هر چیز دیگه و میخوام اونها رو لود بکنم و اون کار رو برامون انجام میده. اگر این دستور رو ننویسیم فایلمون و CSS هامون کار نمیکنن. کار دیگه ای که باید انجام بدیم اینه که بایستی به جنگو بشناسونیم و به این فایل تمپلیتمون بشناسونیم که این فایل استایل وجود داره و جاش کجاست. برای اینکه در از CSS های خارجی رو بیاریم توی فایلمون خب از دستور لینک استفاده میکردیم. دستور لینک رو مینویسیم، حالا ریلش باید استایل شیت باشه، تو قسمت href میایم و به این شکل مینویسیم. میگیم که من یک فایل استاتیکی دارم. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه، یک کروشه میذارم، درصد میذارم و استاتیک رو مینویسم. میگم من یک فایل استاتیکی دارم که اون فایل استاتیکیم توی پوشه CSS هست و توی پوشه CSS یک فایل دیگه ای هست به اسم style.css که این میاد و اون فایل رو برامون میخونه و لودش میکنه. پس این شکلی ما میتونیم فایل CSS مون رو لود بکنیم. نکته ای که وجود داره این کار رو فقط و فقط توی تمپلیت اصلی پروژمون انجام میدیم و تو بقیه فایلامون، یعنی تو فایلای HTMLی که توی اپمون وجود داره دیگه نیازی نیست شما بیاید این کار رو انجام بدید. یعنی اون لینک فقط یه بار تو پروژهتون اتفاق میفته و اونم توی تمپلیت پروژهتون هستش. کار بعدی و آخرین کاری که بایستی انجام بدیم اینه که توی تمپلیت میایم و یک سری فایل داریم، برای مثال رجیستر رو داریم، لاگین داریم، ایندکس داریم، ابات داریم. توی همه این فایل ها شما بایستی دستور لود استاتیک رو بلا فاصله بعد از دستور اکستند بنویسید اگر میخواید CSS هاتون اینجاها هم کار بده. پس لود استاتیک رو اینجا هم مینویسم، توی ایندکس هم مینویسم، لاگین هم مینویسم و الی آخر. اینطوری ما میتونیم در اصل CSS های اکسترنال رو به پروژمون اضافه بکنیم.
حالا من اگر بیام و توی استایل یک کار جدید انجام بدم، برای مثال میگم پاراگراف هایی که دارم رو بوردرشون رو 1 پیکسل کن، سولید کن و بلکشون کن. استوب میکنم، پروژه رو مجدد ران میکنم و با ران کردنش میبینیم که پاراگراف هایی که داریم در اصل یه بوردر دور اونها اتفاق میفته. اینجا میبینیم که این بوردر رو دور پاراگراف هامون داریم. شاد باشید تا ویدئوی بعدی. خدا نگهدار.